و لذیذترین غذای ما تبریزی‌ها همینه و پای ثابت سفره هامونه. از بس که خوشمزه است بریم با هم درستش کنیم. لپه و برنجی که از قبل خیس کردیم رو میذاریم نیم پز بشه. به لپمون یه مقدار زردچوبه و به برنجم یه مقدار زعفرون اضافه میکنیم. حالا میریم سراغ گوشتمون که بهتره مخلوط گوساله و گوسفندی باشه. با هر وسیله که داشتیم چرخش میکنیم. همه مواد رو به این صورت حاضرش میکنیم. حالا با استفاده از یه چرخ گوشت، غذاساز یا خردکن، هر وسیله که داشتیم گوشت چرخ شده رو به همراه لپه نیم پز شده و پیاز حسابی با هم دیگه میکسش میکنیم. چون من اینجا از خردکن استفاده کردم، طی چند مرحله این مواد رو با هم دیگه مخلوطش کردم. بعد اینکه میکس کردن این مواد با هم دیگه تموم شد، توی ظرف بزرگتر میریزیم. بعد بهش برنج نیم پز شده رو به همراه سبزی خرد شده، ادویه ها و نمک اضافه میکنیم. من یه مقدارم از سبزی خشک استفاده کردم برای عطر بیشتر و خیالتونم راحت اندازه دقیق مواد رو زیر پست براتون مینویسم، حتما مطالعه بکنید. بعد به قول مادر بزرگامون دیگه مواد کوفته رو انقدر توی دستمون ورز میدیم که این کوفته دیگه تو دست بپزه. بعدش هم که میریم سراغ درست کردن مواد میانی کوفته که من اینجا پیاز سرخ شده رو با زرشک شسته شده، برگه زردآلو، آلو بخارا و گردوی درسته به همراه یه مقدار نمک حسابی با هم دیگه مخلوطش کردم و گذاشتمش کنار. بعد اینکه همه مواد کوفته رو با هم دیگه حسابی ورزش دادیم، حالا ازش اندازه هایی که دوست داریم برمیداریم و تو دستمون حسابی گردش میکنیم. شما میتونید تعداد کوفته هاتون رو به این صورت درستش بکنید و اگر زیاد بود یه چند تاش هم میتونید فریز بکنید. تو مواقعی که فرصتتون کم بود از این کوفته ها بپزین و لذتش رو ببرین. به این صورت وسط کوفته ها رو بازش میکنیم و از مواد میانی که درست کردیم داخل هر کدوم رو پرش میکنیم. اینجوری ورز میدیم و گردآلوش میکنیم تا موقع پخت روش ترک نزنه. بعد توی تابمون یه مقدار روغن میریزیم، کوفته هامون رو داخلش میچینیم، هر دو طرفشون رو حسابی سرخ میکنیم. بعد کوفته ها رو از داخل تابه بیرون میاریم، بهش پیاز و زرشک که سرخ شده رو اضافه میکنیم، به همراه یه مقدار رب تفتشون میدیم. حالا آب جوش رو به همراه زعفرون اضافه میکنیم. بعدش هم که کوفته هامون رو داخل سسمون میچینیم، در تابه یا قابلمه رو میذاریم و زمان میدیم که حسابی کوفته هامون بپزن و سسش هم جا بیفته. بعد از اونم که دیگه حاضره و نوش جانتون باشه.